چرا تراز معدل کسی که پارسال 20 شده با کسی که امسال 20 شده متفاوته؟ جوابش کامل مشخصه، سختی آزمون. ولی یه مشکل اینجا هست، نمیشه این دوتا تراز رو با هم دیگه مقایسه کرد. آقای اکبری یعنی چی؟ ببین نگاه کن، یه مثال ساده بزنم خوب جا بیفته واسط. فرض کن یه آزمون قلمچی که آبکی برگزار شده، تعداد صداش به شدت زیاده، یک آدمی تمام درساش رو 100 زده و ترازش شده 7500. یه آزمون دیگه قلمچی آزمونش به شدت سخت بوده و یک نفرم دوباره مجدد پیدا شده، تمام درساش رو 100 زده و ترازش شده 9000. آیا این دوتا تراز رو میشه مقایسه کرد؟ آقای اکبری خب اون آزمون سخت رو همش رو 100 زده، خب قطعا آدم قوی تریه. از کجا معلوم که اونی که آزمون آبکی بود و همه درس‌ها رو 100 زده اگر ازش سخت آزمون میگرفتن بازم 100 نمیزد؟ پس مقایسه این دوتا تراز کار اشتباهیه که سازمان سنجش داره انجام میده. نمیدونم هم داره چی کار میکنه.